سلام دوستای عزیز، امید که جور صحتمند باشین در هر گوشه و کنار دنیا که هستین. باز هم امروز با یک ولاگ آشپزی دوستا در خدمت شما قرار دارم. امید که تا آخر برنامه بیننده باشین. دوستا این شب ما میخوایم یک آشپزی انجام بدیم دیگه. فعلا که شما میبینین سبزی پالک پاک کردیم و داخل دیگ ماندیم که خوب صحیح جوش بخوره، نرم شوه و برای تفت کردن چی شوه آماده شوه دیگه. یک چند دقیقه را صبر میکنین تا که خوب سوخت صحیح نرم شد. تا او دوستا یا پیاز و سیرش زرد شده دیگه، حال کم سرش چیز اضافه میکنم. چی میگم، توماتر اضافه میکنم، توماتر که رنده شده باشه. ولی میمانم که توماتر از این خوب صحیح سرخ شده. او داره وامام کن؟ تو چرا مان دیگه وامام کنه؟ خب دوستا کمی چیز اضافه کردم، مرچ سیاه میبینید و این یک کمی هم زردچوبه. اینقدر زردچوبه میندازیم دیگه. چی میگه میندازیم؟ کمی نمک میندازیم. بس از باش مرچ سرخ هم باز اضافه میکنیم. دوستا دیگه ایره مرچ سرخ هم سرش کم اضافه میکنیم. خب دوستا اینی هم که است اما پیاز رنده کردیم برای قورمه، هم گوشت که اخته کرده بودم برای زوسته دیگه. اول کتازی گوشت سرخ میکنیم، بعد از باز دیگه چیزایش میندازم. چی است؟ لعاب سبزی است در حقیقت که بیشتر شما دیدین. پیاز رنده کرده بودیم همراه سیر، او رو سرخ کردیم کمی، با سرش رومی رنده کرده انداختیم و مرچ سیاه، مرچ سرخ و دیگه کمی تخم گشنیز و همچنان نمک اینجا اضافه کردیم. زردچوبه هم اضافه کردیم دیگه. این همطور آماده ماندیم و دیگه اینجا هم که میبینین سبزی پالک است که دیدین شما به اینی شکل شده ولی هنوز می درشت است. این باید خوب صحیح له کنیم، نرم کنیم که اینی چوبکای پالک باید دیده نشه. این خوب صحیح نرم میکنیم. بعد از اینکه نرم کردیم سر منی لعابش چی میکنیم؟ باز تفت میکنیم. خب دوستا اینالی دوستا آمدن نوبت جور کردن فیرنی. اینی 2 لیتر چی رو داریم؟ شیر داریم که میخوایم از 2 لیتر شیر چی جور کنیم؟ فیرنی جور کنیم دیگه. یه همون کنفلاور است که دیروز اگه بلاک دیده باشیم کنفلاور رو گرفتیم که طعم کیله است و همچنان این هیل است، هیلی چیز پودر شده دیگه. اینا دوستا میریم ایره چی میکنیم؟ شیر سرگاز میمانیم دیگه. شما ببینیم که با این کنفلاور که این دفعه آوردم، چون کنفلاوری که دفعه پیش آورده بودم طعم چیز بود، طعم استرابری. یا اینا رو چی میکنیم؟ اول این بخاطر از این من میخوایم میره پیشکی بندازم دو. خب دوستا این کنفلاور است که ما چی میکنیم؟ میکس میکنیم در 2 لیتر شیر. ما تقریبا 7 دیگه 7 ها حالا میخوایم قورمه رو جور کنم دیگه. اینا پیاز رنده کردیم تا بین روغن از قبل کم سرخ کرده بودم، بازم کم سرخ میکنم دیگه. باز سینیالی باز سرش گوشت اضافه میکنم، قد روغن خوب سرخ میکنم. بین همین چی که است پیاز و سیر و روغن که است سرخ میکنم و گوشتارم میفهمیم که پیش از پیش اخته کرده ماندیم چیزا که بود. حالی رو سرخ میکنم خوب صحیح گوشم چینده شوه، خامبویکشم از بین بره و بعد از او باز سرشی دیگه مساله و بانجان رو میره اضافه میکنم. خب
دوستا این گوشت سرخ کردیم که لواب و مساله و چیزا اوش کاملا چینده شده. این حال ما سرش توماتر رنده کده یا باینجان رومی رنده کده را سرش اضافه میکنیم. این هم قرمش است، تیار است دیگه بخیر. و این سبزی است دیگه. اینجا برنج در دم ماندیم و چی او جوش خورده رایسته. خوش ببینیم چه وقت نرم میشه. خب دوستا این حال این برنج است که کمی از بالاتر بگیم، کمی سیره میندازیم. شوری دوام